سلام، طاهری سفر هستم با اخبار امروز 26 مارس در خدمت شما. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امروز در جریان سفرش به کابل با حامدی کرزی رئیس جمهوری افغانستان مسائل تقویت همکاری‌های دوجانبه را بررسی کرد. در جریان این سفر میان دو کشور 5 سند همکاری به امضا رسید، از جمله درباره همکاری‌های وزارت امور داخلی تاجیکستان و افغانستان جهت مبارزه مشترک با جنایتکاری و حفظ سرمایه‌گذاری متقابله. حامدی کرزی بعد از این ملاقات از روابط دو طرف ستایش کرد. خوشبختانه که افغانستان و تاجیکستان در 12 سال گذشته به عمق روابط خود رسیدند. هیئت رسمی تاجیکستان روز سه‌شنبه با هدف شرکت در جشن بین المللی نوروز به کابل سفر کرد. قرار است این جشن با حضور رهبران چند کشور از جمله ایران و ترکمنستان روز 27 مارس برگزار شود. در ادامه سفر یوزف بلاتر رئیس فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال در تاجیکستان 2 میدان صنعی فوتبال را باز کردند و خشت اول یک میدان دیگر را گذاشتند. یوزف بلاتر بعد از شرکت در چهاربینی‌های سال عمومی فوتبال در تاجیکستان مقامات کشور را تشویق کرد که فوتبال را در بین زنها نیز رشد دهند. Girls, women and ladies, they should have the right to play football. It is not only a game for men and for boys. رئیس فیفا روز سه‌شنبه وارد تاجیکستان شد و بازی دسته روشن و استقلال را در میدان مرکزی دوشنبه تماشا کرد که این بازی سوپر جام تاجیکستان با حساب 5-0 به نفع استقلال تمام شد. پالاتای بالای پارلمان روسیه روز 26 مارس سندی را تصویب کرد که به شهروندان تاجیکستان اجازه می‌دهد در آن کشور اجازه‌نامه 3 ساله کاری بگیرند. وکیلان روس میگویند تصویب این پروتکل که سال 2013 میان دو کشور امضا شد برای شهروندان تاجیکستان در روسیه شرایط مناسب کار فراهم می‌آورد. تاکنون شرکت‌های روسی حق داشتند به شهروندان تاجیکستان نه بیشتر از 1 سال اجازه کار بدهند. به گفته حامیان حقوق مهاجران تاجیک، با وجود چنین سبکی و با نظر داشت آلوده بودن مقامات روسیه به رشوه و فساد، گرفتن اجازه‌نامه 3 ساله برای شهروندان تاجیکستان چندان آسان نخواهد بود. و سفارت روسیه در دوشنبه با هدف جلب جوانان تاجیک برای تحصیل در دانشگاه‌های آن کشور نمایشگاه با نام تحصیل در روسیه را برگزار می‌کند. در رسم افتتاح نمایشگاه در روز 26 مارس که خواهشمندان را با شرط و شرایط تحصیل در 23 دانشگاه و دانشکده‌های روسیه آشنا می‌کند، نوریدین سعیدوف وزیر معارف تاجیکستان و ایگور لیاکین فرالوف سفیر روسیه در تاجیکستان حضور داشتند. نمایشگاه در بخش دوشنبهگی دانشگاه دولتی مسکو به نام لامانوسوف جریان دارد. سالانه از تاجیکستان صدها نفر برای تحصیل به روسیه می روند و عین زمان در دانشگاه آنجا بیشتر از 7000 نفر از جوانان تاجیک تحصیل می کنند. و ویدیوهای بیشتر با خبر و گزارش ها از تاجیکستان در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم صمیمه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن های همراه.